آیه دکتر بزنبادر، غرض از این که دعوتتون کردم بیان توی رستوران برنامه‌مون رو اجرا کنیم، می‌خواستم یک صحبت خودمونی با هم دیگه داشته باشیم که توی استودیو نمیتونستیم اون صحبت‌ها رو با هم دیگه انجام بدیم. گارسون یه چند لیوان آب خنک اساسی آماده کن که اگه آی دکتر وسط بحث عصبانی شدن بدیم بخورن، عصبانیتشون بخوابه. یه چند تا کمپرس آب گرمم آماده کن که اگه عصبانیتم نخوابی اقلا بزنیم ورم کتاکول این رفیقمون بخوابه. آی دکتر یه سورپریزم دارم که گذاشتم برای پایان برنامه، برای لحظات بحرانی. یه راست میرم سراغ سوالات. حاضر یه راست رفتنت بود. الان که خودمون هستیم و خودمون، این احمد خاتمی اگه به اندازه 150 هیکلش مغز داشت این حرفا رو نمیزد تو نماز جمعه. تو نماز جمعه 10 بار اعتراف کرد که نه تو کشورهای منطقه، نه تو کشورهای عربی، نه کشورهای اسلامی هیچ جا هیچ کس و کاری نداریم. این میفهمه که نفهمه، ولی نمیفهمه که بقیه هم میفهمن که این نفهمه. آیا دکتر مقام عظما عقلش نمیرسه افسار اینها رو بکشه که اینطوری یوتمه نرن رو مصالح نظام؟ مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بزن با خود عرض میکردم. بله میفهمودن که یارو داشت از لادبازی های بچهش شکایت میکرد. بهش گفتن مگه عقلت نمیرسه که چطوری از پسش بر بیای؟ گفت عقلم میرسه، زورم نمیرسه. نمیذارم به چلو نره که اینجا داریم بحث استراتژیکی میکنیم. بله آیه دکتر منم هم عقیده با شما هستم که مقام عظما واقعا زورشون نمیرسه. از خاتمی مشنگتر اون نماینده های خنگول مجلس که جنگولک بازی طرح دو فوریتی و سه فوریتی در بودن که جلو سنای آمریکا در بیان. ببین دیگه کار به کجا کشیده که لاریجانی کیششون کرد تو جلسه مخفی، گفتش که اوی این مسخره بازی رو در نیارین اینا. تو آمریکا که این کارا رو میکنن 2 تا حزب رقیبن. آخه شما کسی عددفارا میریزید حیثیت بری فقیر رو دود میدین که. آیا دکتر نمیشد سه فوریتی و این عددفارا رو میذاشتن کنار؟ قربونت برم الهی به فوریتش که نیست، ظرف این کار نیست. من عبوی همیشه میفهمودن بزن بادا عرض کردم. بله میفهمودن که مشنگه با یه سطلی رفت لبنیاتی گفت آقا 1 کیلو شیر گاو بدید. طرف گفت تو این سطلت 1 کیلو شیر گاو جا نمیشه. گفت خب پس لطفا 1 کیلو شیر گوسفند بدین. روشن شد یا پاشم یا بچه بزنم که گاو گوسفند قاطی کنی. آیا دکتر نمیخواد؟ آیا دکتر یعنی کار ما به جایی رسیده که یه ژست خشک و خالی هم نمیتونیم بگیریم؟ خب دیگه آره همینجا رسیده. من یه توضیحی در این مورد بدم. نه خیلی لازم نکرده. نه گوشم از سر را پیدا کردم نه وقتمو. آیا دکتر امکان بحث و اظهار نظر برای من مثل غنیسازی اورانیوم میمونه. احساس میکنم حق مسلم منه اما اجازه دسترسی بهش به من نمیدین. آیه برات همینم خوبه. یادت هم باشه که همیشه خودتو بنداز تا بگیرنه، اگه خودتو بگیری میندازنه. آیه دکتر من نکته‌مو به صورت یه سوال طرح میکنم. این بلبشوی توی نظام که یه روز میگیم زیر سایه تهدید مذاکره نمی کنیم، بعد همون روز موس میکنیم، بعد سه فوریت میبریم تو مجلس، بعد درس میگیریم و بیانیه میدیم که معنیش غلط کردمه، این چهره نظام مخدوش نمیکنه. آیه دکتر پسر یه دوغ بیار با پرمنگنات برای آقا. مسمومیت استراتژیکی پیدا کرده. آخه قربه برم فک و فوک برای عضوان نمونده. تو میگی چهره نظام مخدوش میشه. چی رو دادیم رفته تو فکر چی هستی؟ مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بزن بهادر از میکردم. بله میفهمودن مهندسه رفت اداره پلیس داد بیداد کن به دادم برسید. پسرم رفته با ماشین بگرده ولی برنگشته. پلیس گفت قدش چقدره؟ طرف گفت دقیق یادم نیست. پلیس گفت لاغره یا چاقه؟ طرف گفت یه کمی چاق شاید یه خورده لاغر. پلیس گفتش که رنگ چشاش؟ طرف گفت دقیق یادم نیست. رنگ موهاش؟ والله اینقدر رنگ میکنه که آدم نمیفهمه. چی پوشیده بود؟ کاپشن؟ شاید هم کت. پلیس گفت رنگ و شماره ماشین. طرف گفت آها
یه آودی مشکی آهشت با موتور V6 سوپرچارج 333 اسب بخار، همه چراغاش فول لد با دیودای تنظیم نور، یه خراش کوچیکم رو در جلو سمت شاگرد. به اینجا که رسید دیگه کنترلش از دست داد، زد زیر گریه. پلیسه گفت گریه نکن عزیزم، نگران نباش جونم، ماشین تو برات پیدا میکنیم. برگردیم به بحث فرصت‌های عظما توی بحث هسته‌ای که این فرصت‌های عظما تو بحث هسته‌ای مثل آب توی لیوان ترک خورده است، بخوره تموم میشه، نخوره حروم میشه، یعنی بنبست مثل سگ. دکتر بعد از این صحبت‌های حاجی روحانی که پیوند کلت حوزه رو مطرح کرد، همه افراد مقام عظما ریختن رو سرش، ولی جواباش نیشدارتر شد. آره دیگه، احترام گذاشتنش به عظما از بیخ کشکیه. مرحوم عوضی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن که باباه به پسرش که از همین احترامای کشکی براش میذاشت گفت وصیت میکنم که وقتی مردم تو غسلم بدی. پسره گفت تو بمیر، من موهاتم برات سشوار میکشم. آیا دکتر رسیدیم به سورپریز آخر. میخوام یه ترانه بخونم که کار به جای باریک نکشه. استودیو هم که استودیو خودمون نیست که دعوا کنیم. قربان برم، دعوا که استودیو نمیخواد، همه جا میشه دعوا کرد. بله آیا دکتر، این ترانه رو تقدیم میکنم به مقام عظمای ولایت به خاطر اون خطاهای استراتژیکی و تاکتیکیشون که نظامو کشونده به لب پرتگاه. میگه که تو ای غافل ز اوضاع رفتن راه خطا تا کی، زر کشکی و دود و دم و کردن فیل هوا تا کی. گوش کنین دیگه بابا، داره آواز میخونه، گل که لقد نمیکنه. این این فیلم ها که تو رستوران میخونن. بخون بابا. زدن توی سر عظما برای خبر عادت شد، فراموش کردن کف گرگی و مشت و تیپا تا کی، فراموش کردن کف گرگی و بابا مشت و تیپا تا کی. آی دکتر دستاتون رو آماده نگه داشتید که برام دست بزنید. نه قربون برم الهی، میخوام همه دستمو ببینن، فکر نکنه دارم کتکت میذارم که این صدا رو خودت در میاری. آیه دکتر شما استعداد و هنری منو نشکفته پرپر کردید. از خدات باشه قربون برم الهی، اگه شکفتنی بود تو این 40-50-60 سال تا حالا بیش گفتی. لابد چیزی بوده که همینطوری قنچه موندی. چه حرفی از های دکتر میزنی؟ اینجا هم شما کارو به دعوا کشوندی. قربون برم الهی، اقلا تو استودیو سر آواز دعوا میکردی، میگه جلو خلق بلد با سر آواز دوزاری تو دعوا کنی. خب صدا نداری نخون.